بانک بزرگترین قزاقستان خالق بانک 18 نوامبر سال 2022 اعلام کرد که بعد 3 سال فعالیتش در بازار بانکی تاجیکستان تمام 100% سهمیه های بخش تاجیکیش خالق بانک تاجیکستان را به بانک بین المللی تاجیکستان می فروشد و با همین ترک این کشور می کند. خالق بانک در زمینه بانک شوروی اسپر بانک یا امانت بانک تأسیس یافته با قریب 10 تریلیون تنگه یا حدود 12 میلیارد دلار پسندازهای در این بانک گذاشته مشتریانش بزرگترین نهاد مالیوی قزاقستان دانسته میشد. این بانک گفت طرفان نقشه دارند که علاقه ماه دکبر امین سال 2022 قرارداد به بانک بین المللی تاجیکستان فروختن بخش تاجیکی خالق بانک را پر عملی بسازند. جمعیت سهامی بانک خلقی امانتگذاری قزاقستان اعلام میکند که با جمعیت پوشیده سهامی بانک بین المللی تاجیکستان در مورد فروش 100% سهمیه های خالق بانک تاجیکستان توافق به دست آمد. بانک بین المللی تاجیکستان رضایت لازم تمام نهادهای تنظیم کننده را به دست آورده است. انتظار می رود که این قرارداد ماه دکبر سال 2022 نهایی شود. گفته می شود در اطلاعیه رسمی خدمات مطبوعات خالق بانک قزاقی همچنین مشتریان خود را در جریان گذاشت که در جریان بستن این معامله و انجام این روند بانک همچنین به صورت معمولی به فعالیت خود ادامه داده به مشتریانش تمام خدمت لازمی را ارائه خواهد کرد. سهامداران اساسی بانک خلقی سرمایه‌گذاری قزاقستان تیمور و دینورا قلیبایف و داماد و دختر پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف می باشند. این بانک در سراسر قزاقستان 577 شعبه داشته همچنین در روسیه، گرجستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان فعالیت دارد. خالق بانک تاجیکستان سال 2019 اجازه فعالیت در بازار بانکی تاجیکستان را به دست آورده بود. بانک بین المللی تاجیکستان سال 2016 در زمینه تشکیلات خرد دپوزیتی استاندارد و مالیه تأسیس یافته 9 شعبه و 12 مرکز خدمت رسانی بانکی دارد. این بانک با بیش از 400 کارمند به مشتریانش خدمات چون گرفتن قرض، امانتگذاری، استفاده حمیان الکترونی و دیگر خدمات بانکداری تلفنی IBT24 و استفاده کارت‌های بانکی داخلی و بین المللی را پیشنهاد می‌کند. پسندازهای مشتریان این بانک در 3 ماهه سوم سال جاری بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی یا تقریباً 120 میلیون دلار تشکیل داده است. درباره مالکان و سهامداران اساسی بانک بین المللی تاجیکستان معلومات دقیق دسترس نیست.